درود وقتی فامیلی، چطور بچه‌ها؟ علیزی اومده با یک ویدیو جدید دیگه. این ویدیو با همه ویدیوهایی که تا الان تو کانال دید فرق داره. نه قراره بازی کنیم، نه قراره چیزی رو ببینیم. چرا قراره چیزی رو ببینیم؟ تا الان 304 تا ویدیو گذاشتم براتون. 304 تا ویدیو گذاشتم براتون. برید حالش رو ببرید. حالا چرا دارم اینو میگم؟ قراره بریم اولین ویدیوهایی که گذاشتم براتون رو خودم برم ببینم. خودم فکر کنم خیلی وقت ندیدم. مثلا چندش هم میشه برم ببینم. می‌خوایم بریم ببینیم ما هم ریاکشن خودمون ببینید ببینیم چه جوریه دیگه. اونم که حال کنید. قرار بگید بریم ویدیوها رو ببینیم، ویدیوهایی که خیلی وقت شاید خیلیاتون دیده باشه، خیلیاتون ندیده باشید. حتما ویدیو لایک کنید و لایک کنید. چرا لایک نمی‌کنید؟ لایک 60 رو بده بالا، آبیش کن. بریم سراغ ادامه ویدیو. خب بچه‌ها توی چنل ایتیدی کبیر هستیم. اگه فکر کنیم چنل خودمونه. آره اینجا ایتیدی هست با 304 تا ویدیو که فقط اینو بذارم من 350 ویدیومون رو داریم میذاریم. 4350 تا مشترک داریم و سابسکرایب و دی فامیلی داره هی بزرگ و بزرگتر میشه. بناسم چه کاور زیبا و چه اینکیودی زیبایی هم داره. چه کانال زیباییه. بریم اولین ویدیوشو ببینیم. این توی قسمت ویدیوها بعد بیام پایین بچه‌ها، خیلی باید بیام پایین. بیام همینجوری ویدیوها رو که ساختیم میبینیم. علی تازه اینجا لپتاپ خریده بود. اینجا نگاه 1K شدیم. بریم ویدیو 1K شدهمون رو ببینیم. میخوام ببینم جدی. اولین ویدیو که نه، اولین ویدیو بعد از اینکه 1K شدمه، یعنی میخوام بگم 1K شدم اینجا. برو بریم صفحه سیاه. صفحه سیاه، خیلی صفحه سیاه. دیگه چقدر صفحه پشتمو نگاه. چقدر جوون بودم، الان پیر شدم. نکن فیسو، حتی اینجا میخورده پیرم. ولی خب بذار ادامه‌شو ببینیم. حواسم نیست برم تو یوتیوب. خب 1K شدم وای. اینجا رو ببین، پایین‌تر و چقدر ویدیو گذاشتم برات. خب اولین ویدیو 5 عادت پابجی پلیرها، کارهایی که همه در پابجی موبایل انجام میدیم. ببینید چه ویدیو. تو رو خدا کاور رو نگاه کن. تو رو خدا این چه کاوریه؟ بچه‌ها فیلترشن قطع شد مثل تماشا کردید. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار. خب بچه‌ها اولین ویدیو شاید باورتون نشه در سایز یوتیوب نیست، یعنی 16 و 9 نیست، 9 و 16. یعنی به جای که اینجوری باشه اینجوریه. و این نوب بودم دیگه، هیچ ویدیویی ندیده بودم، اومدم یوتیوب استارت بزنم همجوری. حالا بریم ببینیم دیگه. من نمیخوام ببینم، خیلی زاید. خب آماده اید؟ من آماده نیستم. برو. سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید اولین ویدیو. خب بس دیگه. خیلی بده، نمیتونم تمام کنم. سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید. چطورید؟ خوش اومدید اولین ویدیو من. اولین ویدیو ایتیدی خوب باشه. توی این ویدیو آهنگو 5 تا عادتی که هممون توی پاپ زوم با هم ببینیم. هی زوم. نمیتونیم از بغلشون به سادگی رد شیم. چی میگی؟ ادیتور کرد. نه با موبایل بود. بریم سراغ ویدیو. شماره 1 تیر زدن به این. ادیتو دیدی؟ تیر میزنم صدا تیر میاد. موقعی که من این کار رو میکردم یوتیوبرها کجا بودن؟ پس زمینه آهنگ پس زمینه صداش زیاده. گوش کنید. پیتای بنزین، پیت قرمزا هست. اصلا اینی که حالی دارم. تو داری تو مپ میری یهو توی خونه. بچه این خیلی بده، اصلا حالم به هم میخوره. ببینم ویدیوهای باحال‌تر و قدیمی‌تر رو بهتون نشون بدم. ببینیم چی پیدا میکنیم. خب بذار ببینم. اولین بازی ترسناک که ایتیدی بازی کردم فکر چی بود؟ بازی اندلس نایتمر بود که تازگی 3 و 4 هم براتون گذاشتم. این یکشه. بریم یکشو ببینیم. این فکر کنم باحال بشه. کابوس بی پایان. چطوری؟ دارم به جنه میگم چطوری تو کاور. خب اگه فیلترش همراهی کنه میتونیم بریم ویدیو رو ببینیم. ولی مثل اینکه فیلترش گرنا رو همه رو مسدود کردن و نمیخوام ما تو یوتیوب باشیم. آورد. وایسید آورد. نرید خونه‌هاتون. ایتیدی از اینجاست. به گیرنده‌های خودتون دست نزنید. خب بریم اولین بازی ترسناک که ایتیدی رفته، کابوس بی پایان. او اولش نشون میده از چی ترسیده. مادر سلام بچه‌ها، چطوری؟ ایتیدی هستم. امروز قراره با هم بازی ترسناک. حال کردی؟ تغییر صدا، زوم، افکت های پیو اصلا همینا با موبایل بوده، با برنامه کاین مستر. خوش اومده پارت دوم 100 بازی اندروید. پارت دوم 100 بازی اندروید. اینجا پارت دوم بوده. پارت اول که مرد کوزه‌ای بود. پارت دوم پارت 100 و دادم چند دوم. فقط 98 تا پارت دیگه مونده.
چیز نمک بودن. گفتم میذاره حال و هوا داره هالووینی میشه، یه بازی ترسناک بذاریم واسه قسمت دوم 100 بازی ایدیت رو نگاه بریم که داشته باشیم. خوب بودم خدا وکیلی برای ویدیو دوم دوم نایتمر رو بازی کنیم به معنی کابوس بی‌پایان. خیلی نوب. خیلیشون داره بازی توضیح بدم. وقتی کاری به اون خنده نداریم اون رد بشیم. دربارش صحبت نمی‌کنیم درباره اون. خیلیشون داره بازی‌ها توضیح بدم، اطلاعات بدم به مردم. می‌دونید یعنی نمی‌دونم بازی کنم. 1 میلیون بار از پلی استور دانلود داشته. امتیاز 4 از 5 بگیره. همه چی رو می‌آوردم. داستان بازی هم خونده بودم. ماینکرافت پارت 1. اینو شاید خیلی یادتون نباشه. من ماینکرافت رو تو موبایل تموم کردم. رفتم اجرا رو کشتم. این پارت 1شه. به به. کاور زیبایی. به به. ابهت از این کاور میباره ماشاءالله. خب سلام بچه‌ها چطورید؟ خوش اومدید. گوشی گرفتم اگر من گوشی دارم. سلام بچه‌ها چطوری؟ خب اون بغل چی داره میکنه؟ پارت اول بازی ماینکرافت. یه حرف الکی نزنیم بریم سراغ بازی. خب ماینکرافت اومد اونجا شیکون بعد گفت یا حسین اینجا کجاست؟ حال کردی؟ چه ادیتور من کارکتر رو ساختیم. چه خوشگلم بودم. چیزی شد. چه زیبا بودم. کرکت نیو. اینجا هدفون خریده بودم حاجی. اسمو بذاریم. اسم چی میذارن؟ کده. تو رو با تی دی کلا ترنا میذارم تی دی قدیمی. اینجا تی دی جدیده. پارت آخر بازی ما کردم چون که اجرا رو کشتم. برو ببین. بچه‌ها چطورید؟ تی دی هستم. خوش اومدید به آخرین پارت بازی خوب بوده با موبایل. ببین اکو فلان زوم نمیدونم. اگه اولین بار داری سری پارت ماینکرافت رو می‌بینی دوست عزیز، بهت پیشنهاد می‌کنم همین الان این بالا کلیک کنی و بری از اول بشینی پارت اول تا پارت 11 ماینکرافت رو ببینی چون خدا وکیلی خیلی حال میده. خیلی حال میده. اول اینجوری میکردم قاسمم تو بازی اینجوری میزنم به هم گفتم بریم سراغ بازی، بریم سراغ پارت آخر. چرا صدای بازی خیلی کم بوده؟ نه من تو آبم. موقع سامسونگ داشتم صدای بازی خودم من رفتم. علی بریم اینجا رو. بچه‌ها خیلی خفنه. لینکش رو تو دیسکریپشن میذارم خودتون ببینید. دیگه اسپویلش نمی‌کنم. مکس پین. نگاه کاور رو. این بازی خیلی خفن بود بچه‌ها. ارزش دیدن داره. البته پارت یکش کم صداش خرخر میکنه، پارت بعدی درسته. لازم میشه. دوبله فارسیش خیلی خفن بود. و بریم کجا؟ نه حتما برید ببینید. ناموسن خودم میخوام بشینم ببینم. خیلی قشنگه. بله بچه‌ها. به این فکر نکنم. اما وینترسون مرده بود و من قاتلش بودم. خواهی تو سرت. خواهی تو سرت. یه ویدیو داشتم دنبال اونم. ویدیو درباره گوز بود. باورتون میشه ویدیو درباره کانال گوز ساخته بودم. من خب اون رو پیدا کنم ولی هر چی میگردم پیدا نمیشه. اینجا دیگه رسیدیم به تیدی کده 2 و یواشاش تیدی کبیر قوی شده و وارزون گذاشت. با 4000 بازی بریم وارزون ببینیم چجوری چند تا هدشات های وارزون ببینیم حال کنیم. خب بذار ببینیم تیدی کبیر کاراکتر وارزون چطور اومده. استیمار اینجا باز می‌کنم. نه چرا مادرتم؟ چرا مادرتم؟ کجا داره؟ برو گار من کم. اینجا رو میزنم. چرا گار من نمیاد؟ مشکل از چیه؟ گارم نمی اومد راست میگم. اومد. الان اومد. کجایی؟ بی شرف. اینو میزنم یادمه. تمام گفتم من سلطان این زندانم. خب بریم بیشترین ویو که ادیتی تا حالا داشته برای کدوم ویدیوه بریم ببینیم. خب بریم توی قسمت پرطرفدار. بله متعلق به سلطان گرنی همش با پارت آخر ماینکرافت. گرنی 2 هم هست که خیلی هم ویدیو خوب نبوده. نمیدونم چرا. گرنی کانال بازی محبوبی بود. من خودم کانال گوز دیدی پیداش کردم توی بیشتر ویو ها بوده. خب برو بریم. وقتی دیار میشه بچه‌ها علی تیدی هستم. من خوش اومدید ویدیو جدید. توی این ویدیو بریم چیکار کنیم؟ این ویدیو اومدیم چیکار کنیم؟ وای آقا یک کانال خیلی خوشحال‌تر بودم. بعد رفتم توش. تو این کانال پر از صداهای گوز و جدی میگم همین پر از صداهای گوزه فقط. واسه گفتم کانال باحالیه سوزش تر کنم. خب دیگه بریم دیگه. گوهه. با چنلات هم میتیکم.
باورتون همچین کانالی هست؟ خب بچه‌ها این ویدیو هم به پایان رسید. مثل همه ویدیوهایی که دیدیم به پایان رسیده. زمان در حال گذره و ویدیوها هم تموم میشن. مرسی که تا 350 ویدیو با عزیزی کبیر بودید و ویدیوها رو دیدید و اون که تا الان از من راضی بوده باشید. مرسی از همه حمایتتون در طی این 1.5 سال و دمتون گرم که با عزیزی کبیر هستید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی و ویدیوهای آینده، خدا نگهدار.